خب بار دیگه سلام، وقت بخیر به همگی. امروز در رابطه با 0 تا 100 کالج‌های دولتی می‌خوایم صحبت کنیم و کلاً چه کالج‌های دولتی چه کالج‌های خصوصی، کل 0 تا 100 نکاتی که بچه‌ها باید بدونن. آیا یه سری نفرات که فکر می‌کنن نیاز به کالج نیست واقعاً نیاز نیست، یا یه سری نفرات شاید نیاز به این حالت نداشته باشن که بخوام به کالج برن ولی به اشتباه این مسیر طولانی رو برای خودشون انتخاب می‌کنن. حالا الهه جان توی نیمه اول میتینگمون هم در مورد ریز به ریز جزئیات و اپلای حالا کالج ها صحبت خواهد کرد. بچه‌ها که بخوان کالج های دولتی رو برن 100% بعد آزمون ورودی بدن و حالا جز یک دو تا استثنا مثل هامبورگ و حالا کالج دیگری. و حالا نکته‌ای که این قسمت وجود داره اینه که حالا الهه این رو کاملا باز میکنه در مورد مباحث آزمون ورودی، نکات آزمون ورودی که خیلی این روزها باب هستش بین بچهای کالجی، و در مرحله بعد خود کالج ها ددلاین هایی که دارن، نوع اپلایشون و خیلی از حالت های دیگر. در نیمه دوم میتونید حالا ایمان جان در رابطه با FSP یعنی خود امتحان پایانی کالج صحبت خواهد کرد و حالا پروژه جدیدی که وجود داره در رابطه با کالج هلفن، نکاتی که هستش و حتی FSP اکسترن و حالا به این شکل کار حالا جلو خواهد رفت. برای پرسم الهه جان شما اومدی هنوز وصل کردیم میکروفون تو؟ خب مثل که الهه هنوز میکروفونش رو وصل نکرده، حالا تا بیاد اومدی؟ میکروفونت قطعه فکر میکنم. سلام صدای منو دارین؟ صدای من دارین؟ هنوز صداتو نداریم. من حالا پینت کردم. الان؟ نه صدات هنوز نیستش. پس یه بار دیگه. الان صدای من هست؟ متاسفانه هنوز صدات رو یه را فکر کنم الان صدات باید باشه. آره الان صدات هستش. من تو چیز نداشتمش. خیلی خوب. الان یه لحظه من فکر کنم خود من دستگاهم مشکل پیدا کرد. الان صدات هستش و نکته‌ای که من پینت کنم اینجا دیگه. الان الهه کار رو براتون آغاز میکنه. تقریبا یه نکته هم که حالش بخوام بگم، حالا شیر اسکرین میکنه نکات رو، حالا PDF هایی که اینجا نمایش میدم داخل کانال براتون خواهیم گذاشت، ولی حالا سوالاتتون رو پیشنهاد میکنم نگه دارید. تقریبا 20 دقیقه بعد از اینکه الهه صحبت کنه و حالا صحبتش به اتمام برسه یه بچه‌ها فرصت هست که اون تایم سوالا رو در رابطه با اون قسمتی که الهه میگه بپرسن و بعد که ایمان میاد بعد از کاملا حالا ارائه کل مطالبی که باید کل سوال‌های بچه‌ها پاسخ داده میشه. الهه جان دست شما بفرمایید. حالا تا یه 20-25 دقیقه سفر شیر می‌کنی یا شیر کنم؟ شیر بکنی خیلی بهتره. بعد تصویرمو ببندم. خب پس چیز کن، من حالا شما صحبت کن، من سفر رو شیر اسکرین می‌کنم. آره مرسی، اینجوری بهتر که تصویرم هم باشه. خیلی هم خوب. سلام به همگی، امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه. ببخشید به خاطر 2-3 دقیقه تاخیر من سر کلاس بودم. امروز در مورد به طور ویژه در مورد کالج های آلمان میخوایم صحبت کنیم و حالا از آزمون ورودیش گرفته اینکه اصلا کالج چیه و چجوری میتونیم وارد کالج بشیم، چرا باید اصلا کالج بخونیم و در نهایت میرسیم سمت اینکه آزمون نهایی کالج چیه. خب تا پدرام سفر رو شیر میکنه شرکت مرسی. صفحه دومش اگر میشه بیار که من توضیحات رو بدم. نه خب بچه ببینین، مهمترین نکته در مورد کالج اینه که دیپلم ایران در کل یک دیپلم در واقع 12 ساله است و دیپلم آلمان یک دیپلم 13 ساله است و به همین دلیل این تفاوت 1 ساله ای که دیپلم های آلمان و ایران با هم دیگه دارن ما مجبوریم که بریم کالج بگذرونیم. این کالج ها یه آزمون ورودی دارن که ما آزمون رو میدیم و وارد کالج میشیم و در نهایت یک آزمون پایانی دارن که میگیم آزمون FSP بهش، یعنی آزمون نهایی کالج، و در نتیجه ما این 2 تا آزمون رو باید پشت سر بگذرونیم. حالا یه سری کالج ها هم کالج های خصوصی هستن که کالج های خصوصی خب هزینه دارن، متفاوته، میتونه از 2-3 هزار یورو تا 20,000 یورو حتی هزینه‌شون متفاوت باشه و فرق کنه
و تفاوت اصلی که این کالج های خصوصی با کالج های دولتی دارن اینه که اکثر این کالج ها آزمون ورودی ندارن و اکثرشون FSP رو خود این کالج ها برگزار نمی کنن و بعد در واقع جای دیگه FSP رو آزمون بدین، کالج دیگه ای. البته نه همشون، اکثرشون اینطورین و هزینه دارن. تفاوتشون با کالج دولتی اینه. پس آزمون ورودی دارن، کالج های دولتی کالج های خصوصی ندارن اکثرا، همشون نه اکثرا. کالج های خصوصی هزینه دارن گفتیم و اینکه FSP رو اکثرشون خودشون برگزار نمیکنن. این تفاوت های کالج دولتی و کالج در واقع خصوصیه. لطفا بزنید صفحه بعد. مرسی. کالج انواع دارن. شما اگر بخواین هر رشته رو بخونین باید کالج درست رو انتخاب کنین. اگر که بخواین رشته های علوم تجربی مثلا پزشکی، دندون، دارو، بیولوژی، ژنتیک و اینجور رشته ها رو بخونین باید وارد کالج ام کورس بشین. اگر بخواین رشته های مهندسی رو بخونین باید وارد کالج ت کورس بشین. رشته های مثل ادبیات و تاریخ در واقع گ کورس، رشته های هنری و زبان ادبیات زبان آلمانی میشه قسمت اس کورس و در نهایت و کورس، چیزی که ما تو ایران نداریم در واقع ولی در آلمان وجود داره و نمیتونم معادل فارسیش رو در واقع بگم چون سیستم ایران همچین چیزی رو نداره. و برای کالج و کورس کسانی هستن که میخوان رشته های مدیریتی بخونن. اصولا وقتی رشته مدیریتی میخواین بخونین باید وارد و کورس بشین و این تفاوتی که خب سیستم ایران و آلمان داره. ما اگر بخوایم مثلا رشته مدیریتی بخونیم از همه رشته ها تو ایران میشه، ولی اگر آلمان بخواین رشته مدیریتی بخونین باید وارد و کورس بشین. حالا این کالجی که میگی مثلا چه مزایایی داره، چه خوبی داره؟ یکی از خوبیاش در درجه اول اینه که خب شما وقتی که کالج میگذرونین دیپلمتون معادل میشه به دیپلم آلمانی و انگار در واقع معادل سازی شده با دیپلم آلمان. دوم اینکه راحت تر میتونید مهاجرت کنید چون سطح زبان خیلی بالایی نمیخواد. شما مثلا اگه بخواید دانشگاه برین به زبان آلمانی مینیمم 3-1 رو ازتون میخوان، یا اینکه B2 هم اگر قبول بشین دانشگاهی باید برین دوره بگذرونین و زبانتون رو ارتقا بدین. در نهایت کالج این امکان رو به شما میده که با سطح زبان پایین‌تر و سریع‌تر پذیرشش راحت‌تر گرفتنش، هم سریع‌تر هم میتونین وارد کالج آلمان بشین و در نهایت کالج رو شروع کنین. و اینکه یه خوبی دیگه هم که این کالج داره اینه که شما وقتی کالج رو میگذرونین میتونین وارد دانشگاه بشین و هر رشته‌ای که میخواین و در واقع CV تون بهش میخوره البته وارد بشین. مثلا اگر که بخواین پزشکی بخونین، وکالت بخونین، میخواین مثلا رشته های مثلا دندون پزشکی و اینا رو بخونین، خب معدل بالاتری میخواد. اگر که بخواین رشته های دیگه مثلا بیولوژی بخونین، اینا یه کوچولو خب راحت تر شرایطش با معدل های پایین تر هم میشه پذیرش گرفت. و اصلا چه شرایطی داره ما اگر بخوایم وارد کالج بشیم؟ در درجه اول و مهمترین چیز مدرک زبان آلمانیه. برای کالج‌های خصوصی حتی با A2 آلمانی هم میشه پذیرش گرفت. برای کالج‌های دولتی دیگه مینیمم B1 نیازه و اکثرا البته B2 میخوان. مدرک دیپلمتون رو میخواین، بعد پذیرش میگیرید از کالج و ویزا دریافت میکنید. برای پذیرش گرفتن از کالج محدودیت سنی وجود نداره، ولی برای ویزا گرفتن از ایران شما نیاز دارین که حد اکثر سنتون 26 سال باشه و در واقع بیشتر از 26-7 سال در واقع شانس گرفتن ویزا کم میشه وگرنه پذیرش رو میتونین بگیرید. آزمون ورودی کالج‌های دولتی که گفتیم اکثرا آزمون ورودی دارن، شامل درس‌های مختلفی میشه: زیست، شیمی، فیزیک، ریاضی، زبان و اکثرا البته زبان. و
نکته‌ای که وجود داره اینه که باید خیلی زبان آلمانیتون رو قوی کنین که بتونین آزمونا رو قبول بشین، چون خیلی چالش داره قبولیش و به همین راحتی نیست و خیلی چالشیه. این نکته اول. نکته دوم اینه که مباحث زیادی رو باید بخونین، یعنی زیست، شیمی، فیزیک، ریاضی، اینا همه باید به آلمانی خونده بشه. تعداد کمی که قبول میشن هم یکی از دلایلیه که شما در نهایت خیلی سخت میتونین کالج دولتی رو آزمون ورودیش رو قبول بشید. رقابت بالا، مباحث زیاد و سطح آلمانی بالایی که نیاز داره این اتفاق رو در واقع رقم میزنه. حالا یه سری سایت ها هستن که شما از این سایت ها میتونین استفاده کنین اصلا برای در واقع آزمون ورودی کالج، که استادی فلیکس یک نمونه از این سایت ها. سایت مفیدیه برای در واقع خوندن مباحث آزمون ورودی کالج. حالا خیلی براتون سواله که اصلا این کالج‌های دولتی چیا هستن، کدوم کالج‌ها، کدوم شهرها در واقع ارائه میدن کالج‌های دولتی رو و ددلاینشون که چه شرایطی دارن، چه مدرک زبانی میخوان، کی بعد براشون اقدام کنیم. میتونیم اینجا دونه دونه بهشون بپردازیم و خوشون تعداد زیاده، هر کدوم رو به صورت خلاصه من میگم بهتون. بریم سراغ صفحه بعد. بله، در واقع اولین کالج ماینز، ددلاینش رو نوشتیم براتون 15/11 یعنی 15 نوامبر. کالج ماینز به مدرک زبان B2 آلمانی نیاز داره و آنرکنونگ مدارک، یعنی مدارکتون رو باید بر ماینز بفرستین، اول بررسی کنه، آنرکنونگ اتفاق میفته و در واقع تایید میکنن مدارکتون رو و بعد میتونین اپلای کنین. کالج بعدی در واقع کالج هانوفر هستش. کالج هانوفر هم ددلاین متفاوتی داره، چون از دانشگاه متفاوتی میشه براش اپلای کرد، ولی بعضیشون دسامبره، بعضیشون ژانویه است و متفاوته. مدرکی که میخواد، شما با مدرک B1 میتونین هانوفر رو اپلای کنین، ولی بعدن ازتون دوباره مدرک رو میخواد که از طریق ایمیل ارسال کنین و اونجا دیگه حداقل باید B2 داشته باشین. پس در کل میتونم بگم برای کالج هانوفر مدرک زبان B2 نیازه، دوباره به در واقع دیپلم نیازه و همین این موارد رو نیاز دارین. برای کالج ماربورگ هم همینطور. ماربورگ زودترین ددلاین رو داره، 15 اکتبر ددلاین کالج ماربورگ هستش. این کالج از کالج خیلی خوب آلمانه، وقتی اینکه از نظر نمره دهی خیلی شرایط اوکی داره. تقریبا مدرک زبان مینیموم B2 میخواد، به علاوه دیگه دیپلم و CV و پاسپورت که دیگه بقیه کالج هم این رو میخواستن و ددلاینش هم که فکر کنم گفتم 15 اکتبر جز زودترین ددلاین ها هستش. کالج نوردهاوزن که آزمون ورودیش آنلاینه مثل ماربورگ هم آزمون ورودیش آنلاینه و ددلاین 30/11 نوامبر هستش و حداقل مدرک زبانی که میخواد B1 به علاوه مدارک دیگه که برای همه کالج‌ها مشترک بود. این کالج از طریق خود سایت میتونین درخواست بدین، نیاز نیستش که از طریق یونی اسیست درخواست بدین. همونجور که نوشتیم به وربون دیرکت، یعنی اپلایش مستقیم از طریق سایت هستش. کالج بعدی کالج فرانکفورت که نسبتا هم آزمون ورودی زودی داره، هم اینکه دوباره ددلاینش زودتر از نسبتا جزو زودتریناست و کالج فرانکفورت هم تا 1 نوامبر وقت داره برای اپلای. نکته بعدی اینه که با مدرک زبان B1 پذیرش میده. تا ترمای قبل با گواهی شرکت در کلاس زبان هم پذیرش میداد. این ترم یک کوچولو سخت‌تر شده شرایط و حالا کالج فرانکفورت میتونم بگم آزمون ورودیش هم فقط از زبان تشکیل شده و مدارک دیگه هم که گفتیم مشترک دیگه، دیپلم، مدرک زبان، رزومه و پاسپورت.
کالج بعدی کالج هاله هستش. قبلا مدرک B1 رو قبول میکرد، الان نه، الان با مدرک B2 در واقع پذیرش میده و ددلاینش حدوداً تا اواسط دسامبر ادامه داره. از طریق یونی اسیست هستش، از طریق خود دانشگاه نیست و از طریق در واقع اونی اسیست هستش. یه نکته خیلی مهمی داره در واقع حاله و تفاوتش با کالج‌های دیگه اینه که ما وقتی کالج‌های دیگر رو می‌خوایم اپلای کنیم، میریم یه رشته لیسانس رو انتخاب می‌کنیم، اینو اپلای می‌کنیم براش و خودشون وقتی می‌بینن که دیپلم ما نمیخوره و ausreichend نیست، یعنی کافی نیستش براشون، میان پذیرش کالج رو بهمون میدن. پس من اگه بخوام برم مثلا کالج ام کورس برای کالج فرانکفورت، میرم بیولوژی مثلا انتخاب میکنم یا میرم مثلا پزشکی انتخاب میکنم، مدیسین انتخاب میکنم. ولی برای کالج هاله باید برم دقیقاً شتودین کلگ هاله رو انتخاب کنم، یعنی کالج رو باید انتخاب کنم دیگه، نمیتونم برم برای بیولوژی اپلای کنم. این خیلی مهمه، گفتم اینو بگم که کامل باشه صحبتم. بریم سراغ کالج هامبورگ. از کالجاییه که در واقع آزمون ورودی نداره، بر اساس معدل و مدرک زبان در واقع میتونین قبول بشین تو کالج و آزمون نداره، یعنی فقط معدله و شرط زبان شما تعیین کننده اینه که میتونین وارد این کالج بشین یا نه. همونجوری که اینجا هم نوشتیم اون افنامه تست، یعنی بدون آزمون ورودی. و ددلاینش در واقع زودترین ددلاینه، تا 1 سپتامبر فقط وقت داره. مدرک زبان B2 میخواد و به این صورت هستش این کالج هم. کالج لایپزیگ تا 15 ژانویه ددلاین داره، مدرک زبان B1 رو پذیرش میده از طریق یه سری از دانشگاه ها، البته نه همه دانشگاه ها. یعنی ما برای اینکه بخوایم برای لایپزیگ اقدام کنیم یا از خود لایپزیگ اقدام میکنیم یا از درستن اپلای میکنیم. وقتی از درستن اپلای کنیم با مدرک B1 میتونیم پذیرش بگیریم. و دوباره مدارک دیگه ای که گفتیم رو داره. کالج هایدلبرگ یکی از کالجایی که یک کوچولو سخت پذیرش میده، مدرک زبان B2 نمره بالا میخواد تقریبا یا 3-1 و اینکه ددلاینش هم تا تقریبا ژانویه هست و آزمون ورودیش هم تقریبا میشه گفت آخرین آزمون ورودی بین بقیه کالج ها، آخرین آزمون رو داره دیگه. اگر که به هیچ ددلاینی نرسیدین یا نرسیدین به آزمون هایدلبرگ که آخرشه شاید برسید بهش در واقع. و برلین هم جزو کالجایی هستش که 2 تا در واقع ارائه میده کورس. یه دونه هستش از طریق TU برلین یا TU برلین در واقع میتونین شما اپلای کنین، یا FU برلین. اگر TU اپلای کنین T کورس و در واقع W کورس رو ارائه میده و برای سامر هم ترم تابستون هم فقط شما میتونین برای TU برلین اقدام کنین، یعنی برای T کورس و W کورس. کسایی که میخوان برای M کورس بر ترم تابستون نمیتونن اقدام کنن. مدرک زبان B2 میخواد و همین، نکته بیشتر در موردش نیست. کالج دارمشتات که فقط G کورس و T کورس رو ارائه میده و ددلاین نسبتا زودی داره، 15 اکتبر. مدرک زبانش B1 هستش و از طریق سایت خودش میتونین اپلای کنین. کالج کیل جزو کالجایی خیلی راحت پذیرش میده، دوباره مدرک زبان B1 ولی فقط W کورس و T کورس رو داره. و نکته بعدی در موردش اینه که ددلاینش خیلی زوده، اون هم 15 سپتامبر و تقریبا در واقع بسته شده حدود 1 ماه پیش. کالج بخوم فقط دوباره T کورس رو ارائه میده، تا 15 اکتبر ددلاینش هست و مدرک زبان B2 نیاز داره. متینگن جزو کالج‌های خیلی خوب هستش. تفاوتی که داره با کالج‌های دیگه اینه که برای دادن پذیرش به ویزا نیاز داره، یعنی شما اگر
آردی آلمان باشید و ویزا داشته باشید میتونید برای کالج متینگن اپلای کنید و پذیرش بهتون میده. اپلایش هم از طریق در واقع یه فرمی پر میکنین و ایمیل میکنین. اپلای خیلی راحتی داره. سطح زبانش باید B2 باشه. Studienkolleg مونشن یا همون مونیخ، در واقع اون هم تا اواسط ژانویه وقت داره برای اپلای کردن. مدرک زبان حداقل B2 نیاز داره. خیلی رو CV حساسه و بعد رزومتون بدون گپ باشه، یعنی اگر گپی دارید رو باید با کار یا زبان پرش کرده باشید. کارسخوه دوباره مدرک زبان B1 میخواد و فقط کورس رو ارائه میده و فکر میکنم که تموم شد. پدرام جان درسته؟ اوکی. بله، خیلی هم مثلا بچه‌ها بخوام تا سوالشون رو بپرسن، حالا هر کدوم از بچه‌ها اگه سوالی داشتن تو این زمینه، حالا چه داخل چت چه داخل، حالا اینجا میتونن دستشون بالا بگیرن سوالشون رو بپرسن، الهی جان کاملا جواب میدن. حالا فکر کنم که از دوستان خانم سمینه دستشون رو گرفتن، میتونید بپرسید. سلام، شبتون بخیر. خیلی خیلی ممنون از اطلاعات خیلی خوب. من 2 تا سوال داشتم. اول اینکه میخواستم ببینم که این پرزنتیشن که آماده شده رو امکانش هست که بعداً توی گروه بفرستین، اگه بشه که خیلی خوبه. و دومین سوالم این بود که این همه کالجای توی آلمان نیست، شما فقط یه سریشو اینجا گذاشتین، درسته؟ چون من اطلاعاتی در مورد کالج ندارم. مثلا باید تعداد لیست کالجایی که وجود داره و میشه اپلای کرد تعدادش خیلی بیشتر باشه یا نه؟ این کالج‌های دولتی همینا. آها، دولتی ها همینا. اوکی، متوجه شدم. یعنی دولتی ها همیناست، ولی خب احتمالاً ظرفیت پذیرششون باید زیاد باشه، چون که با این حجم از پذیرش و حالا نه از آلمان، کشورهای دیگه و حالا تو خود آلمان احتمالاً باید ظرفیتاشون بالا باشه، وگرنه اگه ظرفیت محدود باشه خب شانس پذیرش تو کالج دولتی خیلی پایین میاد، درسته؟ شانس خب قبولی الهی جان، ورودی الهی در جان میونه صحبتت عذرخواهی میکنم، من پریدم از صحبتت. تو همین سوال اگر میتونید در مورد آزمون ورودی هم یه اشاره بکن. آره دقیقا. ببینین نگاه کنین، از پذیرش گرفتن پذیرش رو میتونن همه بگیرن، هیچ رقابتی وجود نداره وقتی مدرک رو داشته باشین، مدرک زبان، مدرک دیپلم، CV، پاسپورت. خب ولی وقتی که شما میخواین آزمون رو بدین، حالا قبول بشین یا نشین، متاسفانه کالج‌های دولتی خیلی تعداد محدودی بچه ها رو میپذیرن، یعنی 15 الی 20 نفر یا نهایتا 30 نفر. خب از بین مثلا 400 تا شرکت کننده و خیلی شرایط سختی داره و در نتیجه آره به شدت رقابتی، ولی نشدنی نیست. چرا این رو میگم؟ به خاطر اینکه مهمه که فرد برای این آزمون‌ها آماده بشه. متاسفانه هیچ منبع درست حسابی وجود نداره که بچه‌ها با استفاده از اون بخوان آزمون رو بدن و قبول بشن. من خودم کالج آزمون دادم، اون موقع زمان ما هم هیچ منبعی نبود و بعد از آزمونم خب ما از طریق گروه هلفن اومدیم یه تیمی رو تشکیل دادیم و بچه‌های کالج‌های مختلف و یه جزوات خیلی خفنی نوشتیم که خیلی مشابه آزمون ورودی هست و با این کلاسایی که ما داریم برگزار میکنیم در هلفن که به زودی هم اعلام خواهد شد، با این کلاس بچه‌ها خیلی راحت تر میتونن قبول بشن. یعنی ما میتونیم بگیم که واقعا شانس قبولشون 70-80% میره بالا، به خاطر اینکه سوالات مشابه آزمون ها با بچه ها کار میشه و در واقع خیلی کلاس های مفیدیه. ممنونم، خیلی ممنونم. درباره خانم کیمیا بفرمایید. سلام، وقتتون بخیر. من یه سوالی که داشتم، حالا اگر که کارشناسی یه رشته و کامپیوتر داشته باشیم و بالفرض بخوایم که یه رشته دیگه رو شرکت بکنیم، برای حالا اینکه بخوایم بخونیم باید حتما از کالج شروع بکنیم یا اینکه میتونیم نمیدونم متوجه صحبت هم شدین یا نه، بله. کالج شروع کنیم یا اینکه
چجوریه کلا؟ من راستش چون یه مقدار با رشتم مشکل دارم، پانم تا چه حد میتونم، امیدوارم حالا کلا به بحث کالج اصلا مربوط باشه و حالا این آره مشکلی نیست. وبیناری که داریم، ولی چه رشته‌ای میخونین و میخواین چه رشته‌ای بخونین؟ من الان کامپیوتر میخونم، ولی خب خب میخوام ببینم برای تغییر رشته آیا باید اصلا به این فکر کنم که از کالج باید شروع کنم و برم کالج بگذرونم یا اینکه نه؟ تغییر رشته مهمه که چقدر تغییر باشه. اگر در زمینه مهندسی آها. باشه و شما مرتبط باشه به رشته که خوندین، میتونید مستقیم اپلای کنین اگر واحداتون 30 الی 40 واحد باشه، واحدهای پاس کرده. ولی اگر که درسته. کامل بخواد تغییر کنه، مثلا از کامپیوتر بخواد بشه مثلا پزشکی، نه دیگه این کار کلا ممکن نیست و بیاین یعنی کالج. تمام زیر شاخه های رشته های فنی، چون من دیپلمم هم ریاضی فیزیکه، اونا رو میتونم مثلا بالفرض بخوام عمران برم یا چیزای این مدلی، یعنی نمیدونم حالا برای اونا هم اجرایی جزء فنی محسوب میشه یا مثلا علوم کامپیوتر بخوام برم، یعنی میگین مشکلی نداره برای ارشد. ولی اگر بالفرض بخوام رشته مثلا انسانی برم، چه میدونم روانشناسی بخوام بخونم، بعد از کالج شروع کنم؟ دقیقا بله. آها درسته. فقط یک سوال دیگه ای که داشتم، برای حالا ببخشید شاید مربوط نباشه، برای ارشد یا حالا دانشگاه باید آزمون ورودی داد مثل کالج یا اینکه نه؟ نه آها درسته. ممنون. پذیرش سختری داره. کالج به همه پذیرش میده ولی ارشد به همه پذیرش نمیدن. این تفاوتیه که داره. متوجه نشدم، میشه یکم دیگه بگین؟ بله ارشد شما باید CV خوبی داشته باشین، یعنی نگاه میکنن به CVتون، یعنی شما با افراد دیگه مقایسه میشین بعد پذیرش میدن. ولی کالج آزمون ورودی داره ولی به همه پذیرش میدن. هر کسی که زبان آلمانی داشته باشه، مدرک دیپلم داشته باشه، CV داشته باشه، پاسپورت هم داشته باشه. آها درسته. ممنون، متشکرم. خب جوابی که دوستان نفر دیگه از دوستان رو بدیم، بعد بریم. مهیار جان شما بفرمایید. دوستمون نیستن. خب فکر کنم آریا جان بعدشون بودن. ایشون هم هستن. سلام وقتتون بخیر. سلام وقتتون بخیر. ببخشید من یه سوال داشتم. الان من دانشجو هستم، برای ترم 5 هستم، ولی میخوام که کالج برم. خب الان باید گپ پر کنم، این چجوریه؟ این دقیقا من نمیدونم. باید گپتون رو پر کنین، ولی حالا اگر که گپتون زیاد باشه باید گواهی کار ارائه بدید. اگر کم باشه میتونید با زبان پرش کنین، بستگی داره. الان بیشتر از 2 ساله، چون ترم 5 یعنی یه ذره بیشتر از 2 ساله گپم. با مدرک B2 آلمانی میتونین پرش کنین. آها مدرک B2 آلمانی. بله. بعد خیلی ممنون. خیلی ممنون. خب یکی دیگه از دوستانم جواب بدیم. فکر کنم خانم سمینه بودن. اگه دوستان هستن من که سوالا پرسیدم، اگه اشکال نداره بله. من سوال بپرسم چون کسی سوالی نداشت. من خواستم چرا بدونم یه که سری از دوستان آزمون هستن، حالا ورودی آخر سر یا توی چت بنویسید من چون خیلی اوکی، از دوستان خواهش سوال دارن. متشکرم. خانم سیمین فکر کنم بودن. سلام، شبتون بخیر باشه. سلام. ببخشید من الان 19 سالمه و متاسفانه 1 سالم، یعنی داشتم برای کانادا اقدام میکردم که نشد و از سن 18 سالگیم که دیپلم گرفتم تا بیام الان مثلا کار آلمانم اوکی کنم ممکنه 2 سال دیگه حتی طول بکشه. میخواستم بپرسم این 3 سال گپ میتونه خیلی مشکل ایجاد کنه؟ من میتونم اینو با زبان پرش کنم؟ 3 سال گپ رو باید با مدرک زبان C1 پر کنین. درسته. آره. آخه من الان سطحم 0، یعنی تا بیام بگیرم فکر میکنم B2 هم به زور بشه. پس بعد این در 1 سال نتیجه میشه. باید گواهی کار بگیرین، یعنی بگین یه جای کار میکردین، یا اینکه گواهی‌های مثلا کارهای مختلف، در واقع کارآموزی اگر گذروندین یا مدرک خاصی دارین، اینا هم میتونن گپ و پوشش بدن.
درسته. من آخه این وسط تقریبا 9 ماهی هم طول کشید که آیلتس بگیرم. اونو میتونم بذارم؟ متاسفانه برای کالج هیچ تأثیری نداره اون. آره. درسته. چون آیلتس زبان انگلیسی در واقع نیستش، آلمانیه، کالج در نتیجه تأثیر نداره. بله مرسی. بعد ببخشید یه سوال دیگه هم داشتم. من حالا این برام سوال پیش اومده بود که مثلا ما الان تصمیم میگیریم یه کالج دولتی بریم، حالا بیشتر دولتی، مثلا رشته های ام کورس، ولی در طی تحصیل ممکنه مثلا نظرمون عوض بشه. آیا امکانش هست که بعدش مثلا بتونیم تی کورس بریم یا برعکس؟ باید یه آزمونی بدیم به نام ارگنسونگ، در واقع پروفونگ، ارگنسونگ پروفونگ، یعنی آزمون معادل سازی یه جورایی. اگر مثلا ام کورس رفتین میخواین در واقع ت کورس هم مدرکش رو بگیرین، باید این آزمون رو بدین و بعد میتونین این کار انجام بدید. درسته. ببخشید من یه دونه سوال دیگه هم دارم. من شنیدم که برای اینکه نخواهیم بریم کالج میتونیم 1 سال ایران درس بخونیم یه رشته‌ای و رشته باید ترجیحاً مرتبط باشه، درسته؟ یعنی مثلا ترجیحاً کامپیوتر. باید مرتبط باشه. درسته. بعد خب یه سری رشته ها مثلا مثل بیوتکنولوژی یا مهندسی پزشکی، رشته های اینتردیسیپلینری، اینا رو میخواستم بپرسم ما دقیقا چی باید کالج توی دانشگاه های ایران بخونیم که مثلا بعدا کالجمون کلا نخواهیم بریم، چون حس میکنم که یه چیزایی مثلا بین میان رشته‌ای بهش میگن، نمیدونم چی بهش میگن ببین اینجوری شما در اگه اون صورت. رشته رو بخونین همون رشته رو میارین آلمان، دیگه به کالج ربطی نداره. نه اون رشته رو نه ها، یعنی مثلا منظورم اینه که 1 سال اه، برای این مثلا میگن که بیوتک و آلمان بخونیم یا مهندسی پزشکی رو بخوایم آلمان بخونیم، منتها خب توی ایران خب اینا یه خورده سخت رشته هاش قبولیش، یعنی الان باید بشینیم خیلی برای کنکور بخونیم که عملا نمیشه آلمانی خوند. میخواستم ببینم مثلا چه رشته‌هایی توی ایران میشه خوند که اینا با هم معادل سازی بشه. معادل میشه، همون ژنتیک و بیولوژی اوکیه، مشکل نداره. درسته. خیلی حالا ممنونم من ازتون. من این نکته آخرم در طول صحبت شما بگم و بعد هم نکات بعدی. ببینید چیزی که هست اینه که شما در حال جان گفت مشکل نداره مدل سازی میشه، ولی هر رشته‌ای رو که شک داشتید یا اصلا رشته سخت‌تری باشه، مثلا توی آلمان ما سری رشته ها داریم که اصلا داخل ایران درس داده نمیشه. برای اینکه شما مثل از این موارد رو بخواید حالا متوجه بشید به همون دانشگاهی که میخواید، به یکی دو تا از دانشگاه حال چه با یونی اسیست باشن چه حالا به صورت مستقیم باشن، ایمیل رو که بزنید لیستش رو مثلا براتون میگه که اوکی ما چه رشته هایی رو در این زمینه مثلا قبول داریم. خیلی از بچه‌ها که مثلا پزشکی میخوان بخونن توی آلمان براشون سوال، حالا خیلی از بچه‌ها که حالا ما مشاوره داشتیم قشنگ میگم مثلا چه رشته‌ای تو ایران بخونیم پزشکی بخواد حالا شاملش بشه، و دقیقاً این نکته هم برای اون دسته از دوستان صدق میکنه. این از این نکته. و اینکه حالا 5 نفر دیگه دوستان سوال دارن، این سوالا رو حالا به نظرم آخر جواب بدیم خیلی بهتر میتونه باشه. یه 20 دقیقه ایمان جان حالا این سه نکات رو بگن و در آخر هر کدوم از بچه‌ها سوال داشتن میتونن بمونن و حالا 20 دقیقه پایانی رو حالا بعضی که ایمان جان 20 دقیقه گفتن به سوال میپردیم. الا جان شما نکته‌ای داری کامل بگو و بعد بریم سراغ. نه نکته دیگه فکر کنم کامل گفتیم. خیلی هم عالی. خسته هم نباشی. مرسی. حالا انشالله در وبینارهای دیگه در مورد کالج و آزمون ورودی بخواد باشه و حتی کلاس آزمون ورودی خواهیم داشت. مرسی. خسته نباشی. ایمان جان شما هستی؟ بله من هستم. سلام به همگی. خیلی ممنون از الهه جان بابت توضیحاتش در مورد کالج ها و آزمون های ورودیشون. حالا باز من یه سری نکات تکمیلی هم بخوام در مورد کالج های دولتی بگم و آزمون ورودی هاشون، اینه که هر کالج آزمون ورودی خاص خودش رو داره. ممکنه یه کالج مثلا آزمون ورودیش فقط شیمی و زیست باشه برای ام کورسش، یا فقط ریاضی و زبان باشه، یا فقط زبان آلمانی باشه. ممکنه اینایی که فقط زبان آلمانی هن باز سبک امتحان زبان آلمانیشون باز تفاوت‌های جزئی داشته باشه یا کلا فرق داشته باشه، که حالا باز از این بابت هم هست. و اینکه این در واقع آزمون ورودی کالج ها، در واقع کالج های دولتی، رقابت توشون خیلی زیاده، به خاطر اینکه
مثلا تعداد ظرفیت‌ها و صندلی‌هایی که دارن و میتونن دانشجو بپذیرن محدوده. مثلا بین 30 تا 60 نفر میتونن برای امکورس بپذیرن، ولی تعداد افرادی که برای این آزمون ورودی مثلا شرکت میکنن خب بین 300 تا 400 نفر حتی ممکنه باشه. قطعا خب وقتی 30 نفر مثلا قبول میشن، قطعا مثلا 300 نفر 350 نفر قبول نمیشن. اون وقت خب اینا ممکنه چه راهی در پیش بگیرن، ممکنه باز 1 ترم یا حتی 2 ترم صبر کنن و اگر تو آلمان باشن خب هزینه خیلی بالایی میتونه براشون داشته باشه، هزینه زندگی و هزینه اقامتشون، که از اون طرف ممکنه باز دوباره امتحان بدن و باز قبول نشن. خب چون که بالاخره رقابت شدید توی این آزمون ورودی ها هست، مخصوصا در واقع برای کالج های دولتی دیگه، که حالا من یه سری توضیحات و یه سری راه حل ها برای این مورد میدم که بچه ها هم از لحاظ زمانی و هم از لحاظ مکانی و هم از لحاظ هزینه‌ای به نفعشون باشه. و کلا هدف از کالج گذروندن چیه؟ هدف اینه که در نهایت خب چون آدم توی ایران یه دیپلم 12 ساله داره و میخواد وارد دانشگاه آلمان، حالا وارد رشته علوم پزشکی بشه یا هر رشته دیگه ای، 100% اگر دیپلم 12 ساله داره و دانشگاه نرفته تو ایران باید حتما کالج بگذرونه. که حالا اگر پدرام بره صفحه چه در واقع صفحه بعد، خب تمام هدف از کالج گذروندن در واقع تمام کالج ها، کسایی که کالج میرن، حالا چه خصوصی باشه چه دولتی باشه و چه FSP اکسترن باشه، که حالا ما با کالج هلفن باش سر و کار داریم که ما خودمون برگزارش میکنیم، توضیحات اون رو هم میدم. در واقع در نهایت همه این بچه ها امتحان فستشتلنگسپروفung یا FSP یا در واقع همون امتحان نهایی کالج رو میدن، که وقتی این امتحان رو بدن نمره نهاییشون از کالج به دست میاد، یه سرتیفیکات، یه مدرک بهشون میدن و با این نمره FSP یا امتحان نهاییشون به اضافه نمره دیپلم، یعنی به اضافه معدل دیپلمشون، یعنی برای بچهای نظام قدیم میشه 10 تا 12، برای بچهای در واقع نظام جدید میشه 10 تا 12 و برای بچه نظام قدیم میشه همون در واقع پیش دانشگاهی، معدل پیش دانشگاهی به اضافه معدل در واقع دیپلمشون جمع میشه میانگینش با در واقع نمره FSFشون باز میانگین گرفته میشه و میشه نمره نهاییشون که میتونن باش در واقع وارد دانشگاه بشن. که برای رشته علوم پزشکی این نمره کالج یا این نمره نهایی که به دست میاد که بهش میگن هاتسه خیلی مهمه. نکته بعدی که هست، خب کلا دوره کالج گذروندن چه مزایا و چه معایبی داره که حالا من بخوام بهش اشاره کنم. مزایاش اینه که کسایی که حالا کالج میگذرونن و کلا پذیرش مستقیم نیستن، اینه که برای دانشگاه خب بالاخره یه پیش آمادگی دارن، در واقع اون زبان آلمانیشون تقویت میشه. خیلی از بچه‌ها که پذیرش مستقیم هستن خب ممکنه یه شوک زبانی بهشون وارد بشه، زبانی، فرهنگی، و اینکه خب با سیستم آموزش آلمان هم تقریبا آشنا میشن. معایبش چیه؟ کلا کالج، این دوره کالج گذروندن، مثلا کالج دولتی یا کالج خصوصی، خب حداقل 1 سال زمان میبره در بهترین حالت و آدم 5 روز در هفته و روزی حداقل 5 ساعت باید سر کلاس ها حضور داشته باشه. بعد رقابتشون زیاده، مخصوصا برای همون آزمون ورودیاش که گفتیم، همه قبول نمیشن، فشار درسی و محیط جدید و اینکه رقابت توی نمره، همه اینا هست. باز هزینه زندگی هست و ممکنه یه سری خب بخوان در حین کالج از اون طرف کار کنن که ممکنه از اون طرف این داستان برای گرفتن نمره خوب براشون مشکل ساز بشه. صفحه بعد، خب از اون طرف ما میخوایم حالا کالج های خصوصی با دولتی رو باز مقایسه کنیم که کلا چه تفاوتی دارن. کالج های دولتی که گفتیم رقابتشون زیاده، خب قطعا به خاطر اینه که هزینهشون کمتره و کیفیت آموزشش باز میتونه کالج های دولتی متغیر باشه، کالج خوب باشه، کالج بد باشه.
و مزیت در ظرفیت پذیرش دارن و طراح سوالات نهایی همون کالج هم توسط همون معلمایی که خود کالج در واقع دارن به بچه‌ها تدریس میکنن هست و بچه‌ها معمولا تو کالج دولتی نسبت به کالج‌های خصوصی نمرات بهتری میگیرن، ولی ممکنه یه کالج باشه که خب عکسش هم ثابت بشه، ولی به صورت کلی داریم میگیم. کالج خصوصی هم در آلمان خب هزینه‌هاشون بالاست و از 4000 یورو تا حتی بوده که کالجی که 20000 یورو باشه شروع میشه. پذیرشش آسان‌تره، بعضیاشون آزمون ورودی دارن که حتی ممکن آزمون ورودیشون سخت باشه، بعضیشون هم اصلا آزمون ورودی ندارن. پس این که مثلا ممکنه یه نفر فکر کنه خب حتما دیگه کالج خصوصیه و آسونه و دیگه نمره، مثل ایران مثلا بود مدرسه خصوصی بود میگفتیم خب معلمان نمره میدن، اینجا دست معلم نیست نمره بده، اون امتحان نهایی FS پس و این داستان نمره دادن و معلم نمره بده و همچین چیزی وجود نداره. اینکه معلم مثلا نمره شما رو بده و حقتون رو بده خودش جای خودش داره، این جای شکرش داره. FSP اکسترن، خب حالا داستانی که هست یه راه حل برای این بچه ها وجود داره. کسایی که مثلا در واقع کالج دولتی قبول نشدن، یه ترم پشت در واقع کالج دولتی موندن، تلاششون کردن قبول نشدن، یا یه سری کسایی که مثلا با توجه به شرایط شخصیشون و با توجه برای اینکه مثلا انعطاف پذیری زمانی داشته باشن و نیاز به یک کلاس آنلاین داشته باشن و خودشون مثلا با توجه به شرایطشون بخوان برای یه آزمون FSP آماده بشن و اون مسیر طولانی کالج رو نگذرونن، ما بهشون در واقع FSP اکسترن رو، همون آزمون نهایی کالج رو به صورت بدون گذروندن کالج در واقع پیشنهاد میکنیم. ویژگی FSP اکسترن یا در واقع دوره کالج بدون گذروندن کالج به چه صورته؟ اینکه شما نیازی نیست در کالج حضور داشته باشید و خودخوان یا با استفاده از دوره خصوصی میتونید آماده بشید و آزمون نهایی رو فقط شرکت میکنید و نمرتون هم همون آزمون نهایی FSP میشه. و برای کسایی مناسبه که از قبل دانش کافی دارن و در موضوع تخصصی زبان آلمانی، مخصوصا کسایی که زبان آلمانیشون خوبه یا حتما باید زبان آلمانیشون خوب باشه که بتونن روی FSP اکسترن سرمایه گذاری کنن. و یکی از نکات اصلیش اینه که شما میتونید با کاهش زمان در واقع انعطاف پذیری زمانی و کاهش هزینه‌هاتون در FSP اکسترن شرکت کنید و سریعتر بتونید وارد دانشگاه بشید و حالا اون رشته‌ای که مد نظرتون هست رو بخونید. خب چرا حالا مثلا میگیم با توی FSP اکسترن شرکت کنیم؟ به درد چه کسایی میخوره؟ اگر شما مثلا توی حالا میخواید دوره کالج رو بگذرونید و آمادگی خوبی دارید و از قبل آماده شدید، این آمادگی میتونه در واقع با دوره آنلاین و منابع کاملی که ما داریم براتون فراهم بشه. ما حالا کالج هلفن رو در واقع به زودی آگهیش رو میذاریم که به چه صورت هست و در همین حین هست، در همین راستا هست. و حالا مزایای شرکت در دوره کالج ما یا کالج هلفن چی است؟ ما یه تیم خفن رو جمع کردیم از بچه‌هایی که تونستن توی در واقع کالج های آلمان، کالج دولتی و خصوصی نمره 1,0 رو بگیرن، بهترین نمره ممکن. داریم جزوه خفنی رو طراحی میکنیم و تقریبا کار نهاییش الان داره انجام میشه و ما میتونیم با آموزش تخصص فشرده به صورت آنلاین، شما میتونید از ایران خیلی راحت برای این آزمون FSP اکسترن یا کالج هلفن آزمون نهاییش آماده بشید از ایران و بدون اومدن به آلمان از همونجا آماده بشید و فقط موقعی که اومدید آلمان این امتحان رو به خیلی در واقع به راحتی این امتحان رو بدید و قبول بشید و بعدش وارد دانشگاه اون رشته مورد نظرتون بشید که خب هزینه معقول و بصرفه‌ای داره این دوره کالج هلفن. و از اون طرف شما انعطاف پذیری زمانی و مکانی دارید و تمرین‌ها و پروژه‌های کاربردی ما ارائه میدیم و مثال‌های واقعی رو به شما میدیم که در واقع مشابه همون امتحان نهایی باشه که از شما گرفته میشه.
بعد از اون طرف ما دسترسی به نمونه سوالات اصلی سالهای گذشته همین امتحان نهایی داریم که شما خودتون رو بتونید بسنجید باشون و در حین همین در واقع طول دوره کالج هلفن ما یه پشتیبانی کامل داریم و گروه‌های پشتیبانی براتون تشکیل داده میشه که بتونید رفع اشکال کنید با مدرسامون. و از طرف دیگه هم ما در واقع امتحانات شبیه ساز رو برای امتحان FSP اکسترنش برگزار میکنیم که قبل از در واقع امتحان اصلی بتونید باز خودتون رو بسنجید. صفحه بعد خب پیش نیازهای شرکت در کلاس‌های کالج هلفن چیه؟ ما به کسانی در واقع توصیه میکنیم که حداقل سطح زبانشون B2 باشه و در بهترین حالت C1 باشه که دیگه در واقع با سطح C1 بتونن اون امتحان نهایی FSP یا 2 رو معاف کنن. و از طرف دیگه دیپلم 12 ساله که برای بچه‌ای که میخوان علوم پزشکی بخونن کورس و برن باید ریاضی دیپلم ریاضی فیزیک یا علوم تجربه اوکیه. بچه‌ای که ته کورس هم باشن باز به همین صورت اوکیه. و نکته دیگه که هست خب حالا یه توضیح درباره امتحان FSP هم بخوام بدم از درس‌های در واقع برای کورسش از درس‌های فیزیک، شیمی، زیست، ریاضی و زبان آلمانی هست و برای ته کورس هم همه این درس ها هستن، فقط زیست نیست. خب یه سری سوالات پرتکرار هم هست که حالا ممکنه سوال خیلیاتون باشه در مورد این کالج هلفن که همون امتحان نهایی FSP باید فقط شما بدید به چه صورت. در واقع آزمون FSP یا همون آزمون نهایی کالج 2 سال در واقع 2 بار در سال برگزار میشه که در ترم‌های تابستان و زمستان برگزار میشه و زمان دقیقش با توجه به اون FSP یعنی FSP جایی که میدید میتونه متغیر باشه. آزمون FSP در چه رشته‌ای برگزار میشه؟ خب آزمون FSP بسته به اون کورسی که هستید، حالا کورس باشید ته کورس باشید، میتونه شامل مثلا ریاضی، فیزیک، شیمی و زبان آلمانی باشه و محتوای آزمون هم میتونه متفاوت باشه با توجه به کورسش. و خب مدت زمان آزمون FSP برای هر امتحان مثلا آزمون FSP شیمی اگر شما بدید یا فیزیک اگر بدید میتونه تقریبا چقدر باشه زمانش؟ میتونه بین 3 تا 4 ساعت باشه. بعد نمره قبولی توی آزمون FSP چقدره؟ نمره قبولی حداقل 4 هست، یعنی به آلمانی از بین بازه 1 تا 6 که میشه 1 میشه بهترین، 6 میشه بدترین، 5 و 6 هم در واقع نمره ردی میشه. و در چه صورت میشه آزمون FSP رو دوباره بدیم؟ به صورت کلی مجموعاً 2 بار میشه آزمون FSP رو داد که اگر شما اولین باری که امتحان میدید مثلا نمرتون 5 یا 6 بشه میتونید دوباره آزمون FSP رو بدید. ولی اگر اولین بار که امتحان دادید نمرتون همه درس‌ها مثلا 4 یا 3 شد دیگه نمیتونید نمرتون رو بهتر کنید و همون نمره رد میشه و تموم. مثلا آزمون مثلا گوته نیست که اگر شما نمرتون یه بار آزمون دادید نمره مثلا B1 گوتتون شد 60%، دوباره امتحان میدید بشه 80%، برای امتحان زمان میشه ولی برای آزمون FSP همچین چیزی ممکن نیست. بعد از گذراندن دوره کالج آیا میتونیم بدون گذراندن دوره کالج در آزمون FSP شرکت کنیم؟ بله، در واقع همین کاری که ما داریم میکنیم همینه. در واقع کالج هلفن رو برای همین راه انداختیم که بچه ها بتونن بدون گذراندن دوره کالج در امتحان FSP شرکت کنن که ما به عنوان کالج هلفن با توجه به تیم متخصصی که داریم میخواییم بچه ها رو برای آزمون FSP آماده کنیم که در واقع بتونن توی این آزمون بهترین نمره رو کسب کنن. خب خیلی عالی، مرسی زدیمان جان. دیگه 0 تا 3 نکاتی که در مورد کالج حالا FSP و حتی کالج هلفن که داریم راه میندازیم گفتی و حالا باز من یه خیلی کوتاه در این مورد صحبت کنم و بعدم تمام دوستان میتونن که از اینجا به بعد تمام سوالاتشون رو بپرسن.
و حالا در رابطه با خبر این موضوع تقریبا فکر میکنم تا حالا 1-2 هفته آینده نهایی شده و از طریقی که داخل کانال بهتون گفته میشه توی هلفن پلاس میتونید رو دریافت کنید و حالا شرایط ویژه‌اش رو بپرسید. و ما خیلی از وبینارهایی که داریم، حالا تا الان فکر کنم 3 تا وبینار برگزار شده، 2-3 تا وبینار دیگه هم داریم و تمام وبینارها در تمام تماها و موضوعاتی که هستن رو دوباره در خود هلفن پیاده خواهیم کرد، دوباره برگزار خواهیم کرد و یعنی نگران خیلی از جزئیات و خیلی از موضوعات نباشید، چون خیلی از بچه‌ها من می‌دیدم که این سوالات رو داشتن که آیا مثلا این سری وبینارها که به اتمام میرسه دوباره وبینارهای خواهیم داشت یا خیر. حالا ما چون یه روندی رو داریم از سر میگیریم در هلفن، حالا یک نمونهش کالج هلفن و خیلی از موارد و کلاس‌های دیگه، یک سری از وبینارها برگزار شد و در تایم‌های آینده باز وبینارهای مختلفی رو با همین دوستان و حتی خودمون خواهیم داشت. دوستان دیگه از الان میتونن همین سوالاشون رو بپرسن. اول از همین بچه‌ها که حالا دست بلند کردن رو جواب میدیم و بعد میریم سراغ چت ها. عرضم به خدمتتون که فکر میکنم آرمین جان از دفعه قبل هنوز مونده بود سوالش، شما بفرما. سلام، حالتون خوبه؟ بله سلام. من یه سوال داشتم. من میخواستم بدونم این ما میتونیم، من الان 19 سالمه، ترم 3 دانشگاه، میخواستم بدونم 1 سال دانشگاهی باید گذشته باشه یا 40 واحد کامل باید پاس کرده باشیم که بشیم مستقیم بریم دانشگاه؟ برای اینکه در واقع بخواید کالج رو نرید باید 1 سال در واقع موفق، یک ترم در واقع 1 سال موفق رو گذرونده باشید، یعنی که 2 یعنی ترم. همون 40 واحد، درسته؟ حالا یعنی ممکنه برای یه معادل نفر 40 باید بشه، برای یه نفر 35 باید بشه. چیزی که توی سایت های حالا آنامین مثلا نوشتن 1 سال موفق در واقع دانشگاهی. بعد اینکه میگن داخل آلمان اگه ما اومدیم آلمان، وقتی که مثلا داریم کارج میگذرونیم امتحان تستاف یا دس ها بدیم، اینکه اف اس رو دیگه نباید بدیم، درسته؟ میتونیم ندیم یعنی در واقع؟ برای بعضی کالج‌ها بله، بعضی کالج‌ها امکان معاف از دوش دارن که میتونید با در واقع مدرک تلک hochschule یا تستاف 4x4 امتحان دویچ اف اس رو ندید. بله، از کجا میتونیم ببینیم کدوم کالج اینجوریان؟ یعنی معاف میتونیم بشیم؟ اینو میتونید بهشون ایمیل بزنید، ولی حالا مثلا چیزی که بخوام بهتون بگم، هامبورگ، هایدلبرگ، مونیخ، این کالج‌ها مثلا نمیشه، باید حتما امتحان دویچ اف اس رو بدید. بعد یه سوال دیگه داشتم، این که مثلا من اینفورماتیک میخوام بخونم، این شیمی داخل چارت درسی کالج هم هست یا نیست؟ اینفورماتیک ته کورس میدید، برای ته کورس هست دیگه. شیمی هست. بعد اف اس رو گفتین از 1 تا 4 باید بشیم، یعنی اگه 5 و 6 بشیم یعنی اف اس رو افتادیم؟ آره دیگه، باید یعنی رد شدید. بعد یه سوال آخری هم که داشتم، این کالج هامبورگ که امتحان ورودی نداره، مثلا من الان معدل دبیرستانم 19 و نیمه، بدوی گتم هم گزامتم شده 85 تقریبا 86، یعنی بعد وقت شانس قبولی برای هامبورگ یعنی بالاست شانس الان؟ قبولیتون خیلی بالاست. خیلی ممنونم، دست شما. خواهش میکنم، موفق باشید. خب خیلی عمالیه که دوستان پرسیده بودید که خودتون برای آمادگی کالج کار میکنید. بله دیگه، اصلا نیمه اول میتینگ رو الهه جان داشتن در همین مورد میگفتن و حالا به زودی خبراش رو میزنیم. تقریبا یه هفته دیگه در همه زمینه‌ها خبراش رو و بنرهاش رو بهتون اعلام خواهیم کرد. خانم بیتا فکر کنم سوال داشتن، بفرمایید. سلام، صدای من دارین؟ سلام، بله صداتون هست. صداتون بله. خیلی بد میاد. صدای حالا من نمیدونم برای دارین؟ من بد اومد یا نه، صدا بده. الان صدای منو دارین؟ الان بهتره. شبتون بخیر و خیلی ممنونم از توضیحاتتون. من یه سوال داشتم، اونم این که رشته‌ای مثل علوم پایه، مثلا مثل زیست شناسی، امکانش هستش که مثلا قابل تبدیل به رشته‌ای مثل دندون پزشکی یا پزشکی بشه؟ اگر مثل همون دیگه، اگر مثلا امکان تبدیل که نداره، فقط میتونه برای شما از این جهت خوب باشه که دیگه دوره کالج رو نگذرونید، ولی بازم بستگی اون نمراتی که توی اون در واقع چند واحدی که چند ترمی که گذروندید داره، که با در واقع
میانگین نمرات تعداد ترمایی که گذروندید با معدل دیپلمتون میانگین گرفته میشه و اون نمره باید نمره خوبی باشه. در کنار اون برای رشته دندونپزشکی چون رقابت توش بالاه، از اون طرف به مدرک زبان بالا و حتی تستاز نیاز دارید. مثلا باید بالای چقدر باشه کلا معدل هرچی کل؟ به نمرتون هرچی به 19 و 70 80 صدام نزدیکتر باشه بهتره. میانگین دیپلم بعد ایرانتون و اینکه اون تعداد واحدی که فقط می‌ذاره. درسته. بعد اینکه فقط زیست شناسی قابل تبدیله یا مثلا رشته دیگه مثل شیمی و اینام هستش؟ شیمی و اینام اوکیه، ولی ممکنه یه سری دانشگاه مثلا گیر بدن. آها درسته. خیلی ممنونم. خواهش میکنم، موفق باشید. خیلی عمالی. فکر میکنم یکی از دوستامون که HK نوشته بودن قبلتر، اگر صدای من رو دارن. سلام، وقتتون بخیر. صدای منو دارین؟ بله سلام علیکم. بفرمایید. من یه سوال داشتم، این که من مدرک زبان B2 حدوداً اردیبهشت ماه میتونم بگیرم، بعد برای کالج میتونم اون موقع اقدام بکنم؟ این رو باید ددلاین ها رو چک بکنید. اگر دیدید که مثلا خب تا قبل ددلاین شما مدرک زبانتون رو دارید خب و همه مدارکتون تکمیله، به کالج میرسید. حالا طبق همون فایلی که الهه گفت و ددلاین ها داخلش بود باید ببینید چجوریه و از اون طرف باید ببینید و اگر بخواید باش ویزا بگیرید باید وقت سفارت رو چک کنید و خیلی نکات دیگر رو. من حالا اگر توی ذهنم باشه، گفتید اردیبهشت ماه، درسته؟ بله. اردیبهشت تقریبا یه چیز تو ماه آپریل میشه، توی ماه آپریل اگر اشتباه نکنم. و خب قطعا این ترم که حالا پیش رو هستش رو برای کالج ها نمیتونید، برای ترم بعدش باید شما حالا اقدام بکنید و زمان هم دارید براش. که ورودیش مثلا چه موقعی میشه که برای ترم بعدش بخوام اقدام بکنم؟ تقریبا مثلا از آگست به بعد، یعنی از بخوام بهتون بگم تقریبا مثلا الان کالج هایی که مثلا برای این ترم بوده که شما سال دیگه این موقع بعد اپلای کنید، یک ماه به حالا یه سری کالج از 2 ماه پیش شروع شدن، یه سری کالج ها حتی از الان. یعنی کالج ها متفاوتن، رفتارهای متفاوتی دارن توی حالا اعلام ددلاین ها و پذیرش و حتی آزمون ورودی هاشون. هر کالج کاملا متفاوته و بعد دونه دونه چک کنید. ولی میگم از آگست به بعد از آگست شروع میشه به شروع شدن کالج ها. و یه چیز دیگه این که من کنکورمو که دادم فقط برای اینکه گواهی قبولی توشو داشته باشم دادم و قبول شدم، نرفتم دانشگاه و الان 19 سالم. بعد برای یه سال گپ بدم یا چی کار باید بکنم؟ یعنی نرفتم ببینید دانشگاه. حالا گواهی قبل کنکورتون که خیلی نیاز نمیشه کلا تو هیچ پرسه‌تون، چه برای سفارت چه برای دانشگاهتون. اما اگر شما حالا 1 سال گپ دارید، حالا گپ رو به نظرم 1 سال فقط اگه به صورت خالی که میتونید با زبان پوشش بدید. اگه گپ بیشتری هم بود، حالا الهه جان اولش گفتن شما خیلی راحت از طریقی که حالا خیلی از نفرات حالا گواهی کار شروع میکنن و مثلا گواهی کار بوده گپ هایی که 6 7 سال حتی پر شده. خیلی ممنون، مرسی. خواهش کنم، موفق باشید. خانم هلیا فکر کنم بودن. سلام، شبتون بخیر. صدای منو دارین؟ سلام، بله بفرمایید. ببخشید، من کنکور دادم و حالا دامپزشکی تبریز قبول شدم. میخواستم بدونم که اگه نخوام کالج شرکت کنم و وارد رشته دندانپزشکی بشم، این دامپزشکی میتونه به من کمک کنه؟ چند ترم خوندید؟ تازه قبول شدم. هنوز اول ثبت نام نکردم. خب اگر 2 ترم بخونید میتونید برای یعنی بدون گذروندن کالج برای دندون پزشکی اقدام کنید. ولی اینکه دندون پزشکی رو قبول بشید یا نه باز بستگی به نمراتتون، نمره زبانتون، تستاتون و اینجور مسائل داره. یعنی به تنهایی نمیتونه باعث قبولیتون توی رشته دندون پزشکی بشه در نهایت. درسته، ولی کمک کننده میتونه باشه. درسته؟ یکی از پیش نیازاش میتونه باشه، یعنی کالج رو نرید. و اینکه من الان 21 سالمه، تا مدرک زبان رو بگیرم 22 سالم میشه. اگه بخوام با گواهی کار در واقع پر کنم، فرقی میکنه که چه کاری باشه که بتونه حالا به رشته‌ام کمک کنه به دندون پزشکی؟
برای ویزا فقط نیاز دارید این گپ رو، برای اینکه پذیرش دندون پزشکی بگیرید فرقی نمیکنه، اصلا فرق نیازی نمیکنه. نیست. بعد اینکه دانشگاه هم اچ پلوس باشه یا نه، دانشگاهی که قبول شدم تبریزه اما میتونم انتقالی بگیرم، این میتونه کمک کننده باشه تاثیر بذاره که مثلا به تهران انتقالی بگیرم یا اینکه نه تأثیری نداره؟ هیچ تأثیر نداره، اچ پلوس باشه کافیه. دیگه اینکه مثلا شما دانشگاه شریف باشید یا دانشگاه تبریز یا آزاد هیچ تفاوتی ایجاد نمیکنه. هیچ تفاوتی ایجاد نمیکنه. بعد من از کجا میتونم بررسی کنم که این دانشگاهی که هستم الان اچ پلوس هست یا نه؟ از سایت آناوین میتونید چک کنید، ولی اگر دانشگاه دولتی هست احتمال 99.5% اچ پلوسه. درسته، بله. خیلی ممنون، لطف کردید. خواهش میکنم، شب موفق باشید. خیلی ممنون. آقای شاهرخ فکر کنم هستن. شاهرخ جان هستی؟ سلام. سلام. سلام، وقتتون بعد از بخیر. شما. مرسی. من یه سوالی داشتم، حالا یه خورده جامعه تره، یعنی میخوام وضعیت خودم رو یه خورده تشریح کنم. من حالش 40 سالمه، فوق دیپلم کامپیوتر دارم دانشگاه دولتی و با معدل 14، لیسانس برق دارم با معدل تقریبا 18 و نیم، و حالا سر کار بودم و اینا، حالا بیمه دارم و این داستانا. در مورد شرکتم شرکت کامپیوتری و برنامه نویسی و ایناست. می‌خواستم ببینم من شانسی برای اصلا حالا چه با کالج باید اقدام کنم یا دانشگاه میتونم اقدام کنم، وضعیتم چجوریه، امکانش هست اصلا برای من؟ حالا چیزی که بخوام بهتون بگم اینه که شما برای یعنی مشکل، تنها جایی که ممکنه براتون مشکل ایجاد بشه همون ویزا گرفتن و سفارته، وگرنه برای اینکه بیاید آلمان و بخواید حالا کالج برید یا دانشگاه برید هیچ محدودیت سنی وجود نداره. و اینکه حالا چجوری ویزا بگیرید، مثلا ویزای کار بگیرید بیاید، یا مثلا ویزا ارشد بگیرید، مستر ویزا بگیرید برای دانشگاه بیاید، دیگه اون مسیرش فرق میکنه. آها. بعد یه چیزی میتونم من رشته‌مو حالا تغییر بدم، مثلا چون برق بودم حالا بیشتر مهندسی نرم افزار میخوام یا امنیت شبکه مثلا بخونم، امکان پذیر برای هستش؟ ارشد بله. اگر مرتبط باشه و با توجه به رزومتون که حالا باز رزومتون مثلا با گواهی کار و چیز مرتبط پر کرده باشید، ممکنه بعضی دانشگاه به شما پذیرش بدن، باید با دانشگاه مکاتبه کنید. شانس هم کمتره پس. یعنی شانستون کمتره، چون قطعا مثلا ممکنه اونقدر مرتبط نباشه، ولی ممکنه بالا گواهی کار و کارهای مرتبطی که انجام دادید اینا بتونید متقاعدشون کنید، ولی باید با دانشگاه مکاتبه کنید و ایمیل بزنید. درسته. مرسی، ممنونم. چی میکنم، موفق باشید. خیلی ممنون. یکی دو تا دیگه از دوستان مونده جواب بدیم و دیگه بعد میتینگ رو تا یه 5 دقیقه 10 دقیقه دیگه به پایان برسونیم. آریا جان فکر کنم شما سوال داشتی یا اینکه سلام. سلامت. سلام. وقتتون بخیر. من یه سوال داشتم، دقیقاً FSP اکسترن رو دقیقاً متوجه نشدم. الان ما پذیرش یک کالج رو میگیریم، بعد به جای اینکه کلاس ها رو شرکت کنیم و بعدش آزمون FSP رو بدیم، این FSP اکسترن رو میدیم، درسته؟ یا اشتباه متوجه شدم؟ برای FSP اکسل اینجوریه که شما حالا اگر بخواید FSP اکسل برید، ما خودمون کالج هلفن رو راه اندازی کردیم که براتون کلاس های مثلا فیزیک، شیمی، زیست، ریاضی، زبان آلمانی، همه این کلاس ها رو براتون میذاریم با جزوات تخصصی، با نمونه سوالات تخصصی در اختیارتون قرار میدیم. کلاس ها به صورت آنلاین برگزار میشه، این کلاس ها رو شرکت میکنید و در نهایت در همون حین شما رو برای اون امتحان نهایی ثبت نام میکنیم که حالا اگر مثلا آلمان بودید، با توجه به آمادگی که از طریق کلاس های ما و خودتون کسب کردید، برید این امتحان رو بدید و مدرک FSP در واقع در نهایت مدرک کالج همون FSP رو میگیرید که بله. میتونید باش توی دانشگاه آلمان تحصیل کنید. و یا اینکه اگر ایران هستید باز میتونید همونجا در ایران، چون کلاس ها به صورت آنلاینه،
هم از لحاظ هزینه‌ای به نفعتون میشه، هم از لحاظ زمانی شرکت میکنید و موقعی که به اون آمادگی مورد نیاز رسیدید ما شما رو در امتحانات وسپ ثبت نام میکنیم و وقتی اومدید آلمان امتحان وسپ رو میدید و در نهایت حالا اون رشته که میخواهید رو میخونید. خیلی ممنون. بعد یه سوال دیگه، الان من اگه بخوام کالج نرم، من 2 سال 2 ساله که دانشجوام، فقط اون 2 ترمی که اول خوندم حساب میشه، یعنی اون 1 سالی که اول خوندم معادل اون 1 سال، یا نه معادل 2 ساله با هم؟ براتون ممکنه حالا این با سلیقه ممکنه یه دانشگاه براتون 2 ترم اول رو در نظر بگیره، ممکنه یه دانشگاه هم کل ترمایی که خوندید رو در نظر بگیره. بله. بعد معدل دقیقاً چقدر تاثیر داره معدل؟ بستگی داره مثلا چه چقدر رشته‌ای بخواید بخونید. مثلا کامپیوتر. کامپیوتر اگر بخواید بخونید مثلا معدلتون حالا خیلی خوبم نباشه اوکیه. مثلا بیشتر چقدر؟ بحث معدل شما چقدره؟ معدلم الان 17 و 13 سنم. اوکیه، معدل خوبیه، مشکل نداره. خیلی ممنون. خواهش میکنم، موفق باشید. خب خیلی عمالی آخرین سوال رو جان سوال داشتی؟ بعد خانم سیمین فکر کنم دست گرفته بودم بالا، اگر صدای من رو دارن. خب اگر نه که امیرحسین جان شما بپرس و دیگه پایان بدیم. اوکی بفرمایید. مرسی. ببخشید من اون موقع پرسیدم ازتون که برای گپ گفتن که باید گواهی کار داشته باشیم حتما. من حالا یه مدتی توی داروخونه حالت کارآموز بودم، ولی احتمالا رشته‌هایی که بخوام برم ممکنه که جز تی کورس باشه. میخواستم بپرسم این ربطی داره؟ یعنی مثلا میتونم اینو به عنوان گواهی ارائه بدم یا اصلا مربوط نیستش؟ میتونید ارائه بدید ولی بهتره که اون گواهی مرتبط باشه، ولی میتونید ارائه بدید. درسته. بعد دوباره یه سوال راجع به همون چیزی که قبلا پرسیدم. خب گفتید که مثلا با رشته بیولوژی میشه مثلا رفت دندونپزشکی و این. من میخواستم بپرسم مثلا با یه رشته مثل حالا یه رشته که زیاد مرتبط نباشه، صرفا یه سری واحدها رو با هم مشترک داشته باشن، این باعث میشه که کلا کالجه یعنی باید بریم دوباره تهش، یا اینکه ممکن از مدت زمانش کم بشه؟ خب شما اگر 2 ترم توی یه دانشگاه یه رشته مرتبط رو بخونید، باز ممکنه یه سری دانشگاه اون رشته رو مثلا رشته مرتبط ندونن یا مرتبط با اون چیزی که میخواید شما ندونن، ولی ممکنه یه سری هم قبول کنن که این مثلا باز سلیقه‌ایه. ولی برای اینکه مطمئن بشید میتونید با دانشگاه مکاتبه کنید و در واقع اطلاعات موثقی داشته باشید. درسته. و ببخشید یه چیز دیگه هم میخواستم بپرسم، زمانتون رو گرفتم. ما میتونیم مثلا با مدرک A2 یا B1 زبان آلمانی پذیرش بگیریم اول و بعدش که ویزا رو گرفتیم مدرک جدیدمون رو بهشون ارائه بدیم، مثلا B2 بیشتر برای کالج‌های خصوصی میگم مثلا. یعنی منظورم اینه که خب اولش میگن میتونید با A2 هم پذیرش بگیریم، منتها باید همونجا کورس آلمانی بگذرونید. خب چون هزینه‌اش یه خورده زیاد میشه، من میخوام که اگه مثلا پذیرشم گرفتم تا میتونم زبان آلمانیمو بخونم که دیگه اونجا نخوام برم بخونم، میتونیم بعدش این کار رو انجام بدیم؟ بستگی داره شما بخواید مسیر کالج رو برید یا مسیر مستقیم. یعنی مسیر کالج. خب اگر بخواید کالج برید که بهتره خب همون ایران مثلا بعدو بگیرید و بعدو رو که گرفتید پذیرش بگیرید و حالا باز یه سد دیگه که هست سد همون آزمون ورودیه، مگر اینکه حالا بخواید FSP اکسترن بدید که ما دربارش صحبت کردیم الان. ولی در هر صورت خب اگر آزمون ورودی هم قبول بشید در نهایت باید توی کالج هم اگه مدرک 3-1 نداشته باشید و کالجتون قابلیت معاف کردن داشته باشه دیگه نیاز به این که امتحان FSP 2 رو بدین هم ندارید و درس‌های دیگر امتحانش میدید.
یعنی اگر که مثلا با مدرک آ2 یه کالج خصوصی پذیرش بگیریم اون کورسای کالج آلمانی خصوصی موجود به میشه؟ شما خب پذیرش با آدو نمیده، حداقل با B1 پذیرش میدن. آها درسته. من آخه فکر میکردم که میشه با آ2 هم گرفت، شاید از اشتباه متوجه شدم. یه سری حالا دانشگاه ها، البته دانشگاه نه کالج، هستن که مثلا میشه با اینو پذیرش گرفت، ولی در نهایت شما خب باید به سفارت مدرک B1 حداقل نشون بدید. آها درسته. خیلی ممنونم از لطفتون. خواهش خیلی میکنم، موفق عالی. باشید. امیرحسین جان خواهش شما می‌کنم. آخرین سوال رو بپرس و بعد یک دو تا سوال چت رو جواب میدیم و بهتون برسون. سلام عرض شد، خسته نباشین، خدا قوت. مرسی از سلام. توضیحاتتون. امیدوارم صدای من داشته باشین. من یکم اینترنتم ضعیفه، خیلی قطع و وصل شد متاسفانه. میخواستم که من امیر حسینم در واقع 26 سالمه، آیک رو گذروندم و کارشناسی ندارم. خیلی در مورد گپ تحصیلی صحبت کردن که گفتیم برای سفارت نه کالج. فقط میخواستم ببینم تا 2 سال دیگه که من رو بگذرونم کارهایی که کردم من بیمه نداشته هیچ کدوم، همش کارهای آزاد بوده. میخواستم ارائه مثلا گواهی کار از یک مثلا تعمیرگاه یا مثلا در واقع یک همین تعمیرگاه و اینا، یه شخص تعمیرگاه مثلا میتونه کمکی بکنه و مدرک فنی حرفه‌ای هم زیاد دارم. اینم میتونم مثلا ترجمهش کنم که به عنوان حالا یه در واقع بخشی از کمک در واقع اونجا ارائه بشه. یکی این بود، یکی هم این که من الان دانشجوی کارشناسی هم ادبیات زبان انگلیسی میخونم، منتها میخوام دندان پزشکی به 3 تا ترم خوندم، الان مرخصی گرفتم به خاطر اینکه تمرکزمو بذارم روی در واقع زبان. میخواستم ببینم آیا ادبیات زبان انگلیسی هم آیا خیلی به نظر نامربوط میاد، میتونه کمکی بکنه تو نرفتن به کالج یا نه؟ مرسی. خب اول در مورد اینکه بخواید گپ رو پر کنید اینا که داستانش کلا برای ویزا گرفتن و سفارت میشه. میتونید با همون مدارک فنی حرفه‌ای که گفتید دارید و اون گواهی کاری که حالا دارید اینا همش و حتی کلاس زبان و مدرک زبان اینا گپتون رو پر کنید و در مرحله بعدم اینکه بتونید حالا در واقع پذیرش دندون پزشکی بگیرید. بازم میگم رشته مثلا مثل پزشکی، دندون پزشکی، داروسازی، اینا رقابت توشون خیلی زیاده و قطعا بهترین ها یعنی میتونن پذیرش بگیرن، یعنی کسایی که نمرات بهتری دارن نسبت به بقیه. اون در واقع رشته ادبیات انگلیسی که گفتید خوندید اون مرتبط اصلا نیست و هیچ تأثیری براتون نداره مگر اینکه یه رشته دیگر رو بخونید یا دوره کالج رو بگذرونید یا مثلا FSP اکسترن رو حالا خودتون براش آماده بکنید. در این صورت شما میتونید بعدش اگر نمره خوبی داشته باشید پذیرش دندون پزشکی بگیرید که آها قطعا پس یعنی نیاز به الان تستاز و مدرک زمان بالا هم دارید. درسته. خیلی ممنونم. و اینکه در واقع پس الان یعنی فرقی نمیکنه من الان انصراف بدم از دانشگاه یا نه، مثلا هیچ تفاوتی برام نمیکنه، هیچ بله در اگر واقع هدفتون اتفاقی دندون نمیفته. پزشکی باشه هیچ تفاوتی نداره. یه رشته‌های مرتبط مثلا به دندان پزشکی چی میتونه باشه؟ میتونه مثلا راهنمایی کنه مثلا برای چجوری مثلا ممکنه میتونم؟ باز مثلا زیست شناسی، میکروبیولوژی، تغذیه اینا میتونه مرتبط باشه ولی ممکنه یه دانشجو مثلا به یکی از اینا رو مرتبط ندونه یا مثلا بگه این رشته مرتبط به پزشکی نیست، این رشته مرتبط به مثلا علوم پایه هست یا مثلا همون رشته‌ای که خوندید رو فقط میتونید برید ولی اکثرشون اینا براشون مرتبط حساب میشه. ولی بازم بهترین راه برای اینکه بفهمید هر دانشجو دقیقا این رشته رو مرتبط حساب میکنه مثلا با دندون پزشکی یا نه بهتره که باش مکاتبه کنید و ایمیل بدید. خیلی متشکرم، مرسی، ممنونم. شبتون خواهش میکنم، موفق باشید. از نباشید ایمان جان. من یه دو سه تا سوال مهم رو از توی چت ها دیدم، سریع جوابش رو بدم. بعد اون 30 40 واحد، حالا کلا از 30 40 واحدی که وجود داره کلا شما بخواید
برای دانشگاه آلمان مستقیما اقدام میکنید و اونا رو حالا ارائه بدید، ریزنمراتش رو نیاز دارید که اون ریزنمرات شما حالا ترجمه بشه، مهر و ایناش بخوره و بعد حالا چه برای یونی اسیست بفرستید، چه حالا قسمت های دیگه که حالا بخواد کلا حالا مدارک مثلا ماینز مستقیم آنرکنوی نیاز داره و حالا خیلی از اونایی که دیگه به جزئیات برمیگرده. بعد یکی از دوستان در مورد گپ پرسیدن. گپ همونطور که ایمان جان گفت فقط برای سفارت، یعنی شما برای پذیرش نیازش ندارید و گپ مرتبط هم در صورتی برای شما نیازه و حالا اصرار بر مرتبط بودنه که شما حالا شرایط خاصی داشته باشید بخواد راه ویزای شما رو ساده تر کنه، وگرنه اگر کسی گپ غیر مرتبط هم داشته باشه اینطوری نیست که بگم ریجکت میشه، ولی گپ مرتبط در هر صورتی خیلی راه طرف رو هموارتر خواهد کرد. در مورد کالج فرشمن من این اصلا وصل میکنم به توضیح آخر میتینگ که بخوام حالا دیگه میتینگ رو به پایان برسونیم. این که اصلا تصمیمی که ما گرفتیم که اصلا این کالج هلفن رو بخوایم راه اندازی کنیم بود که تو خیلی از مشاورایی که داشتیم مثلا بچه‌ها میگفتن که در مورد همین کالج فرشمن اصلا کالج خوبی نیست و مثلا 20,000 یورو از بچه‌ها هزینه میگیره، یعنی اصلا یه هزینه فوق العاده زیاد. کالج‌های خصوصی تو آلمان همونطور که الهی جان گفتن فقط یه دونه است که تازه 3000 تاست، مابقی از 6000 تا 20,000 یورو هزینه هاشون هستش. و ما برای اولین بار تیمی که جمع کرده بودیم و از طریق هلفین حالا تصمیم رو گرفتیم یک کالج برگزار بکنیم که به جای اینکه بچه‌ها که نمیخوان در کالج‌های دولتی حضور پیدا کنن یا خیلی سخت قبولی در آزمون ورودی آنها، حالا هرچند که حالا میگم کالج‌های دولتی هم اونقدر توفیقی نداره و مثلا میگیم مزیت خاصی داره به هیچ عنوان و تصمیم بر این شد که حالا تیم حالا گنده‌ای که جمع کردیم برای این کار با کیفیت خیلی خوب بچه‌ها رو در یک مدت زمان خیلی کم آماده بکنیم که بتونن خیلی سریع بر دانشگاه و رشته‌های پزشکی، دندون، دارو و حتی رشته‌های تی کورس مثلا کامپیوتر و حالا مابقی رشته‌ها اپلای بکنن. فعلا این کالج رو در 2 بخش ام کورس و تی کورس راه اندازی کردیم که خبرش هم تقریبا از هفته آینده خواهد اومد و تا انشالله که بریم جلو و ببینیم چی میشه. خیلی هم عالی. اگر شما سخن پایانی ندارید ایمان جان که دیگه میتینگ رو به اتمام برسونیم، ضبطش رو داخل کانال قرار خواهیم داد و تا انشالله میتینگ بعدیمون که میتینگ علوم پزشکیه تا چند روز آینده. حالا یکی از بچه‌ها یه سوال پرسیدن، گفتن بعد از یعنی کالج هلفن رو بگذرونن دوره‌اش رو با چه ویزایی میتونن بیا آلمان؟ مثلا اگر ایران باشن راه زیادی وجود داره. یکی از راهاش اینه که مثلا با همون پذیرش در واقع آزمون FSP که براشون میگیریم بیان آلمان، و یا اینکه با حتی از طریق مثلا حالا آزمون ورودی کالج‌های دیگه بیان آلمان. راه زیادی وجود داره در واقع، یعنی از این بابت نگرانی براش نیست. بله خیلی عالی. دقیقاً حالا بچه‌ای که میگم توی حالا چون 2 دسته بچه وجود دارن، بچه‌ها حتی در داخل آلمان هم میتونن چون صورت آنلاین برگزار میشه کاملا همه این موضوعات، چه امتحانات چه هر چیز دیگه‌ای، چه بچه‌ای که داخل آلمان هم خیلی میتونن حالا اینو شرکت کنن، این مشکل ندارن. ولی بچه‌ای که داخل ایران هم باشن کاملا تو میگم پشتیبانی، همونطور که ایمان جان گفت پشتیبانی دارن و کاملا این حالا موضوعات رسیدگی میشه. نحوه ویزا گرفتنشون هم خیلی راحت بهشون حالا اطلاع داده خواهد شد. از این بابت هم بچه‌ها هیچ مشکلی نخواهند داشت. دقیقاً مثلا میگم کالج‌های آلمان خواهد بود فقط به صورت آنلاین، ولی با این تفاوت که با کیفیت به شدت بالاتر و نکاتی که در داخل FSP بیاد، چون حالا چه توی وبینارهای قبلی چه این وبینار چه هر وبینار دیگه برگزار کنیم همیشه گفتیم میشه که مهمترین مدرکی که شما دارید نمره حادثه‌تون و نمره حالا میانگین شماست که این هم جزئی از اون هستش. خیلی هم عالی. خسته نباشید به همگی و حالا انشالله تا میتینگ های بعدی. خدا نگهدار. خسته نباشید همگی. خداحافظ.